روم سیاه جای میلی مینا هایم ها تنجی ها ردوای شادیف خوشنهای سرحدی آی چی ققشمو مرحمت حجتار برارت خاله چیزا؟ حجت روم سیاه یه حجت ای چه خیلی حجت حجت های افتان بشین نه نه پس ندارید که ای آی چه خیلی ماجای عربای من بر آب میرم این هم در قسم نقلات داخل می شود ای پیش بهاد مرا خالت در قشلاق ما آب نیست سویتا حلت میمورن در میگیرن حق ناشکری یک سویت کشی در نمجا نه پدستنسی مونده نه لمپشکه مونده نه نساس آب موند کشتن در گرونده نه اما زبر میرم بر آب همه هر روز به همه عراب میرم از زبر همه یه فلک آب میبیارم و یه دهنم بینه جومی بقه بسته آب زبر خوره این پرابلمی شما حجتار برارت منم جومه کنم دیگه به آبنده دیگه خاله گبه بسیار نکنید این ماشین از سالی برارش از چند؟ روم سیاه هیچ تنگی بلیسه یک جا اومدم چنگی ای دادر چه تنگی ماشی های عرابانی فلک عرابه باز میگم در قسم نقلات داخل بشود سالی براریش 1945 45 وای بعد جنگ موند دیگه یعنی عرابه میمونه در کجای خیلی ماشینی نه خاله یک بار همین پاورات نگاه پیش در گرانت و بچم روم سیاه تستر آدم مجبور میکنه چیک تو گویا ما دیاشم بچم همه خیره و رو پوران مرگه کردیم کی گوش کنید حجتارتید حجت ندارم من یه دفترچی پنس گیری دارم من میرم آب گرفت و با اگشتم پول پنس میدادن الهیم برکی آبم با میرم علمی حجت علمی دفترچی نفقه حجت اگجای سالش 45 درست کنی خاله شما از اکولوگ نگذشتید از اسماتر نگذشتید سغورتی دولتی نسپاریدید با چی دوا دارید؟ چطنگی تخ اسماتر ای چین؟ ماهای عمید اسماتر میگذاره من حق ناشکر توشد شمارا کدوم آدم ما تخ اسماتر گذاشتن پیش پاد مرمونم گوش کن خاله گفت بسیار نکنید انا پاورانی کار نمی کند انا رادیاتور چکی سادای این انتیفریز آب بچم در این سن سال انتیفریز چکار میکنه آب رادیاتورم با همه رادیاتور من داشت میتد می چکونم ماتور چخیل ماتور لبا ماتور چخیل خوریشش ماتور نغزه راست خودش نغزه والا یک لگم مکرون پلو اف نمیگود خاله میگذاریم با قسمی ای بچه مونم بروم روم سیاه چکا مگه تو این عرابه چی گفتادی؟ شما چه جنده پیش روید با قسم قفایی افتامشینه کنی برای چی استاپا در نمیگیرن؟ بچه گفتم که مجبورم نگاه چی کت میگم استاپا چه به در نمیگیرن؟ عیب او استاپا عیب من نیم عیب کی؟ داده خشم همون لگوشگر ویرو کرده عیب همون داده خشم همه ریاب چیزه میگویی گو نباید برای چی نامر کهنه زنگ زدگی انا چراغش کار نمیکند یه روم سیاه یه از 45 تا آز چند سال میشد نمر عقب زنگ میزنه دیگه همه چنگ خوک لای در جای در اقفال چنگ خوک اقفال نمر پیشم بیبجمی یا مونم بروم در دیداد مرم مایلش انین گلوشی تیلتونم انا دودی گرفتگی یعنی که دودی کبود میکند این اکولوگا وی رون بچم اوه مجبورم میگی چی کن میگم ولی
چی خیلی آ مربوط؟ گلوشی تل دو گرفتگی های جدا گرفتگی های؟ او انا همین حاضر با همین اسباب من میبینم که چه خیلی انا اکولوگا و این روم میشود روم سیاه چی نگاه بلایی او اسباب تو دایی گلوشی تل شو جگه دا گلوشی تل خرد کن بیارا ای خاله ای چه مگویی چی؟ من ترمزام هم کار نمیکنم